در حضور آقای علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر مهمان دانشگاه استنفورد، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی هستیم تا با ایشان آخرین تحولات سیاسی در ایران رو بررسی بکنیم. آقای موسوی خوش آمدید به برنامه ما. متشکرم. آقای موسوی، توی گزارش هم شنیدیم بهزاد نبوی سال گذشته در این روز صحبت از این میکرد که بوی خرداد 76 به مشام میرسه. سایت‌های طرفدار آقای موسوی و کروبی از افزایش بازداشت‌ها و خشونت‌ها، اخلال در سخنرانی‌ها صحبت می‌کردند. امروز آقای موسوی و کروبی با هم دیداری داشتن در طی تمام این فشارها که در طول یک سال گذشته شاهدش بودیم. شما در فاصله این یک سال شرایط زندانیان سیاسی رو، اوضاع احوال این افرادی که الان در زندان هستن چطور می‌بینید؟ ارزم بودش من ابتدا اجازه میخوام در حینی که اخبار میدیدم یه مقدار از نظر روحی برانگیخته شدم، ادای احترام بکنم به این فعالین حقوق بشر ترکیه که برای جلب توجه جهانیان برای بحث گرسنگی و آموزش و بهداشت کسایی که در غزه زندگی میکنن فارغ از اون بحث‌های سیاسی و دعواها ادای احترام بکنم و فکر میکنم این باعث سرافکندگی و خجالت برای احمدی نژاد، این رئیس جمهوری که به دروغ و به شکل کودتایی اومده تحت عنوان رئیس جمهوری داره حکومت میکنه یک ساله، که دم از حمایت از مردم فلسطین میزنه. اکثر کارهایی که توی این مدت کرده بیشتر بهانه به دست اسرائیل داده و کسایی که طالب جنگی هستن در خاورمیانه. به هر حال من میخوام به اونا ادای احترام بکنم و در ضمن همینطور به هموطنان خودم و با توجه به اینکه یک سال از اون وقایع دردناک 22 خرداد 88 گذشت، میخوام ادای احترام بکنم به همه مردم و کسانی که توی این مدت سختی کشیدن، خانواده‌هایی که فرزندانشون از دست دادن و کشته شدن و شهید شدن، کسایی که هنوز منتظر عزیزانشون هستن از اخباری از اونها بگیرن، از زندان‌ها و شکنجه‌هایی که خیلی از اینها ازش صحبت کردن. به اونها میخوام ادای احترام بکنم و واقعا خب ما اینجا در خارج کشور در عذاب هستیم. قرار بوده مثلا ما اینجا بیایم یه مقدار درسی بخونیم، نمیدونم پژوهشی بکنیم، ولی واقعیتش اینه که نمیتونیم ساکت بشینیم و همینجا میخوام دوباره تجدید پیمان بکنم در سالگرد این واقعه با مردم عزیزمون، مثل اون تجدید پیمانی که با مردم در زمان مجلس داشتیم در ارتباط با بحث زندانی و اینها، که واقعا هر کاری که بتونیم انجام میدیم و فارغ از این ترور شخصیتی که صدا و سیما اینها شروع کردن، حامیان جنبش سبز در خارج کشور شروع کردن یه سریال جدید برای اونها ساختن. به هر حال سعی می‌کنیم یاد و نام اونها زنده بمونه و تلاش‌هایی که می‌کنن به هدر نره. در ارتباط با بحث سوالی که شما فرمودید، من فکر می‌کنم همواره این حکومت توی سالیان گذشته نشون داده نسبت به کسانی که تاثیرگذاری عمیقی در اجتماع داشتن همواره حساسیت ویژه به خرج دادن به طیف‌های مختلف و صنوف مختلف. من فقط میخوام مثال بزنم از همه، عذرخواهی میکنم اسم نمیتونم بیارم از تک تک زندانی‌ها، ولی به هر حال اینقدر زیاد هستن، ولی فقط یکی دو تا بخش میخوام اینجا اشاره بکنم. جنبش دانشجویی رو و بخش روزنامه‌نگارا رو شما ببینید از تمام نسل‌ها اینا رو هدف قرار دادن و حاضر نیستن یک کلمه و صدایی از اینها در واقع بیرون بیاد. روزنامه‌نگارا معمولا نقششون این هستش که به شکل عمومی در افکار عمومی تاثیر میذارن و اطلاع رسانی میکنن. جنبش دانشجویان معمولا نقشش این بوده که در خانواده‌ها و در درون دانشگاه به عنوان یک پل ارتباطی و به عنوان موتور محرک این تحولات سالیان گذشته نقش بزرگی ایفا کردن. از نسل‌های قدیم جنبش دانشجویی بگیرید تا همین الان اینا رو همه رو هدف کردن. آقای مثلا محسن میردامادی، داوود سلیمانی، تاج نیا، جانبخش خانجانی، امینزاده و امثال اینا مال نسل‌های قدیمن. بگیرید تا نسل‌های جدید مثل آقای مومنی، ملیحی، بهار هدایت، مجید توکلی، مهدی گلرو و خیلی از اسامی که شما میدونید، اینها رو براشون فرق نمیکنه. تو روزنامه‌نگارا هم همینطور، از نسل جدیدشون مثل آقای عمویی که قبول نکرد این خفت رو نپذیرفت و برگشت به زندان دوباره دیروز، بگیرید تا نسل‌های قدیم مثل آقای سحرخیز. با اینها ببینید چه جوری برخورد میکنن و توی بخش‌های مختلف دیگه هم همینطوره. کسایی مثل آقای پناهی به عنوان یک فرد سینماگر و یا آقای نوریزاد که به هر حال در فعالیت‌های سینمایی خودش خیلی قبلاًها در درون بخش از حکومت خیلی سعی می‌کرد فعالیت‌های اطلاع رسانی انجام بده. ببین چه برخوردایی با اینها کردن و ایشون صحبت از کهریزک دوم میکنه و متاسفانه من باید اینجا عرض بکنم که مقام رهبری اینجا فقط منتظر میشن تا یک فاجعه رخ بده، کار از کار بگذره و به محض اینکه
4 نفر اطلاع رسانی میکنن روزنامه‌نگار، اونها رو نشونه قرار بدن و حالا بگن این کهریزک رو ببندید. قبل از اینکه اتفاقی بیفته نمیان اینها رو در واقع جلوش بگیرن. کهریزک دوم که ایشون صحبت کردن، یعنی اینکه صحبت از تجاوز اینهاست. به ایشون کجا بوده؟ بازداشتگاه 209 و جایی مثل اونجا. این که میگن عفو نمیدونم اینجور چیزها رو آقای دادستان محترم مطرح کردن، البته ایشون رو شخصشون رو نمیشناسم، ولی بر ترتیب چون این رویه‌ای هست که این کارگاه توابسازی طی سالیان گذشته انجام داده، واقعیت قضیه اینه که فکر می‌کنم این کارگر نشده، یعنی کار نکرده این شیوه و روش. در زمانی که خود به بندن بازداشت بودن، مرحوم پدر خود ما هم تحت فشار گذاشتن به لطایف الحیل، ایشون رو با یه ملاقاتی در واقع بردن یک نامه از ایشون یا ما در این زمینه بگیرن، در حالی که پدر بنده مرحوم میدونست و ما هم میدونستیم کار خلافی نکردیم، وظیفه نمایندگی خودمون رو انجام داده بودیم. برای چی باید به مقام رهبری در واقع درخواست عفو میکردیم، در حالی که ما یک تذکری بهشون، اعتراض کاملا قانونی در واقع داشتیم. الان هم همینطوره، سعی میکنن به طرق مختلف افراد وادار به اعترافهای دروغین بکنن، چند نفر رو شاید در اثر یه سری شکنجه و مشکلات بیارن جلو تلویزیون، ولی در این که اثر نکرد. باز اینا دوباره برگشتن تو جامعه و شرایط عادی جسمی و روحی که پیدا کردن همین مثل سابق صحبت کردن، مثل آقای ابتهی و افراد دیگه، و الان شروع کردن در واقع به اصطلاح خیلی عامیانه میگن دون پاشیدن، در حالی که خیلی به این بحثاتی که اعتنا نکردن، خیلی ترجیح دادن به برگشتن به زندان. و آقای مومنی روز قبلش بهشون زنگ زدن، گفتن آقای میرحسین موسوی میاد، شما نپذیر، بحث زندانت میشه چشم پوشی کرد، ولی ایشون نپذیرفت و خیلی های دیگه. و واقعا این سیاست کار نکرده. من فکر میکنم این یکی از در واقع دلایل در سالگرد جنبش سبز من میتونم بگم به عنوان یک فکت و به عنوان یک شاخص مهم که شکست خورده که این جریان سرکوب و کودتا. چون اگه قرار بود اونها پیروز بشن، باید یه بخش زیادی از این فعالین، افرادی که اسم بردید مثل آقای نبوی، تو اون سن سال و تو اون شرایط بایستی میپذیرفتن، میرفتن تو این یه گوشه میشستن، ولی نپذیرفتن این خفت رو و برگشتن. افراد دیگه مثل آقای میردامادی هم همینطور، خیلی دیگه. میخوام بگم که اینها کارگر واقع نشده. آقای زیدآبادی ما همینطور، شما ایشون هم روزنامه‌نگارن، هم توی فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی حضور دارن، شما ببینید چقدر روی ایشون حساسیت به خرج دادن و سعی کردن خوردش کنن، فرستادنش توی زندانی که معلوم نیست واقعا اونجا جایی برای چند نفر ساخته شده. افراد رو همدیگه تلمبارن، شرایط بسیار سختی داره، ولی اینها نپذیرفتن، یعنی نرفتن زیر بار این ذلت و خفت. ممکنه البته افرادی هم از سر فشارهای جسمی که روشون میارن مجبور بشن یه حرفایی بزنن که اینا دلشون در واقع خوش باشه، ولی واقعیت قضیه که در دراز مدت اینها کارگر واقع نخواهد شد. موسوی خیلی عذر میخوام، وقت برای ما خیلی محدوده. تشکر میکنم از شما. اینجا قول میگیرم که توی فاصله قبل از انتخابات، سالگرد انتخاباتتون یک بار دیگه در خدمت شما باشیم. در مورد مسائل متفاوتی میخواستیم صحبت بکنیم که فرصتش نشد.